چون معمول در همین ساعت خبرگزاری‌های رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. شعلوی گلخوجه هستم و در 15 دقیقه دیگر همراهتان. در برنامه امروز 19 دکبر این موضوع رو داریم. حلقه تنگتر می شود. در تاجیکستان NGN رو بستند. ساکنان کشور را از مسنجرهای وایبر، واتساپ و ایمو هم محروم خواهند کرد. اونها رو نیز شهروندان به طور انونیمی استفاده میبرند. برای همین این نمود خدمترسانی نیز بسته می شود. دونالد ترامپ استراتژی نوی امنیتی آمریکا رو معرفی کرد و روسیه و چین رو از رقیبان کشورش در عرصه جهانی نام برد. و مگر عرق حرام و چرس حلال است؟ چرا در پاکستان که اکثر مردمش سخت مذهبی هستند با استفاده چرس چشم می‌پوشند؟ وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم. پس از یک مدت از آن لذت بردم. و شروع میکنیم از اون که در تاجیکستان شروع از دیروز دسترسی به NGN یک واسطه گفتگوی اینترنتی محدود شد. شرکت های فراهم کننده اینترنت یکی پس دیگر به مشتریان خبر دادند که ارائه این خدمات را قطع میکنند. چنین اقدام در پی دستور خدمات علاقه تاجیکستان صورت گرفت. خدمات علاقه میگوید که سبب منع NGN تامین امنیت است و افزوده است که با بستن NGN اکتفا نمیکند. ساکنان تاجیکستان از پیام‌رسان‌های وایبر، واتساپ و ایمو محروم خواهند شد. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان میگویند که به خاطر تامین امنیتی اطلاعاتی و پیشگیری از صادرشوی جنایت‌ها توسط علاقه برقی در کشور چنین تصمیم گرفتند. از سبب آنکه استفاده بری چنین مسنجرها یعنی برنامه‌ها استفاده بری آنها نیز به مانند NGN میباشد و آنها را نیز شهروندان به طور انونیمی استفاده میبرند. برای همین این نمود خدمترسانی نیز بسته می شود. اینا کدامش در خدمت بسته می شود؟ وایبر، واتساپ و به مانند همین مسنجرها برنامه. با تاکید مسئولان این خدمات، مقامات قدرتی دلیل‌های مشخص استفاده شدن چنین خدمت‌رسانی‌ها را از جانب افراد جنایت پیشه و افراطگرا ثبت کرده است. این شعبه خدمت‌رسانی مشتریان از شرکت واویلون موبایل در خود مرکز شهر دوشنبه است و اکثر ساکنان و مشتریان مخصوص رقم‌های NGN و اینترنت را محض از همین شعبه خریداری می‌کردند. اما 3 روز می‌شود که در این شعبه از سوی خدمات علاقه تاجیکستان مهر زده شده است. در برابر واویلون، شرکت‌های تیسل، بیلاین، استرا و اینترکام هم که مشغول ارائه خدمات علاقه NGN بودند، از این خدمت‌رسانی محروم شدند. NGN و پیام‌رسان‌ها به مثل وایبر، واتساپ و ایمو با یاری اینترنت کار کرده سالهای اخیر به راه آسان و مناسب گفتگو تبدیل یافتند. مسدود شدن ارتباط تلفنی اینترنتی پیش از همه به معاشرت 1 میلیون مهاجر تاجیک از خارج تاثیرگذار می شود که ارتباطی ارزان با خویشاوندانشان به حساب می رفت. بسیاری آدم خویش و توارشان در روسیه با واسطه ایمو استفاده که میبرن نگاه میکنن میبینن آدم دوری. بسیار زن شده کمک میکنن که شواره شده مسکوی. پیش وقتی ایمو وایبر نبود با تلفن پلسون بسیار میخورد. آزی آسان ترکه. ایمو قطعا استفاده میبرن. ایمو نسبت دیگراش بود خوبتر است. کارشناسان میگن قطع کردن فعالیت پیام‌رسان‌ها از سوی خدمات علاقه به خاطر به صحبت عادی تلفنی نه اینترنتی گذرانیدن مشتری هاست. با یک تصمیم خدمات علاقه حق فروش سیم کارت هم حالا به اختیار خدمات علاقه واگذار شده است. در این حال مبلغ هر دقیقه صحبت حساب شده، همچنین گفتگوی مشتری ها نظارت می شود. شرکت های موبیلی به رادیو آزادی قضیه را شرح ندادند و گفتند با مقام ناظر مذاکره دارند. گزارش سروینازی روح‌الله بود و طور در این مطلب هم اشاره شد تصمیم اخیر خدمات علاقه قبل از همه هزارها مهاجران تاجیک را از تماس آزاد و ارزان با خانواده‌شان در تاجیکستان محروم کرد. 10 نفر امروز با رادیو آزادی زنگ زده گفتند که کار خدمات علاقه بر ضرر مهاجران تاجیک است که نونآوران خانه هستند و برای اقتصاد تاجیکستان میلیاردها دلار فایده می‌آورند. مراجعه ویدیویی یکی از آنها را همراه می‌بینیم. برهم دادن NGN از طرف کمیته علاقه این یک ضربه با مهاجران می باشد. ضربه به نهایت اقتصادی که به نهایت با نرخ ارزان مهاجران از این استفاده می بردند و در اینجا اینترنت هم ارزان است و مخصوصا
در کوهستان که اینترنت در تاجیکستان اینترنت ها دست نرسند و با طریق اینترنت با زنگ‌های موبیلی استفاده می‌کردند و از احوال پدر و مادر خود خبردار می‌شدند و مخصوصا من یکی از مهاجران هر بیگاه با طریق ایمیل یا با طریق اسکایپ از درس‌های فرزندای خود با خبر می‌شوم از همچون درس تیار می‌کنیم همچون از دیدار اونها کمی هم باشد دیداربینی می‌کنیم و خواهش است از گروه مهاجران خواهش از نام مهاجران خواهش میکنیم که این وسیله‌های علاقه‌های اینترنتی رو در تاجیکستان برعکس انکشاف دهند و توانند که مهاجران در تماس با فرزندان خود و با اهل و عائله خود باشند. برنامه را با موضوع جهانی پای میگیریم. دونالد ترامپ президенти آمریکا روز 18 دکبر стратегияи нави амнияти кишварашро эълон кард. ӯ зимни муаррифии стратегия ба шиёри аввал амрико таъкид намуда аз сиёсатҳои ҳукуматҳои қаблӣ бинобар нотавонӣ дар ин масъала ва бетаваҷҷӯҳӣ ба шаҳрвандони амрикоӣ интиқод кард. стратегияи наве ки пеш аз суханронии Трамп рӯзи душанбе нуқтаҳои аслии он дар ихтиёри расонаҳо қарор гирифт дар баробари Чину Русия мавзеи сахтгирона дорад. This strategy recognizes that whether we like it or not, این استراتژی خواهیم یا نخواهیم اعتراف میکند که ما در یک دوره نوی رقابت هستیم. ما قبول داریم که حالا رقابت سخت نظامی اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ادامه دارد. ما با رژیم های سرکشی روبرو هستیم که به امریکا و شریکانش تهدید میکنند. ما با سازمان های تروریستی، گروه های بین المللی جنایی و دیگران روبرو هستیم که خشونت و شر را در جهان پهن میکنند. ما همچنین با قدرت های رقیب و مثل روسیه و چین روبرو هستیم که سعی دارند نفوذ، ارزش ها و ثروت امریکا را به چالش بکشند. ما کوشش میکنیم که با آنها و دیگر کشورها همکاری خوب به راه مانیم، ولی فقط با نظرداشت حفظ منفعت‌های ملی. стратегияи амнияти санади расмӣ аст ки аз замони раёсати ҷумҳурии Роналд Рейган ҳама президентҳои амрико маъмулан ҳар 4 сол як бор онро ироа карданд. бармегардем ба тоҷикистон. дар парлумони тоҷикистон баҳсу атрофи як калима хомӯш намешавад ва теъдоде аз вакилони тоҷик ҳатто ба хотири ҳамин калима намехоҳанд зери қонуни зодпарварӣ имзо гузоранд. сабаби баҳс истифодаи калимаи авлод ба ҷои зод дар қонун аст ки ба гуфтаи вакилон набояд дар нисбати гову асп ва дигар ҷонварҳо кор бурда шавад. гузориши мирзонаби холиқзод дар ҳамин бора аст. پس از آنکه اصطلاح اولاد به جای زاد در قانون درباره زادپروری جا گرفت، برخی از وکیلان پارلمان با اعتراض و ناراضگی زیر این قانون امضا نگذاشتند و ادعا کردند که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و تناسب بیان کلمه اولاد جایگزین کلمه ذات شود. مثلا اینکه به جای ذات اسب و ذات گاو اکنون من بعد موافق قانون زادپروری تاجیکستان واژه اولاد استفاده می شود، یعنی اولاد اسب، اولاد گاو و مانند این چیزها. از جمله سید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و ارزش زبان تاجیکی و همچنین بر اساس فرهنگ تاجیکی که به جای کلمه زاد کلمه اولاد استفاده شود، در حالی که در تاجیکستان این گونه کلمه قبول نمی شود. اما در صحبت با ما رئیس کمیته مجلس نمایندگان رستم لطیف زاده که به واسطه از جانب کمیته اینها این طرح پیشنهاد شده بود، گفت که آنها بر اساس قانون علمی یا بر اساس علم کشاورزی و علم حیوان شناسی این پیشنهاد را کردند که گویا در ادبیات های گذشته علمی ساحه کشاورزی و حیوان شناسی کلمه اولاد جای داشته است و آنها گفتند که تنها از همین نگاه آنها پیشنهاد کردند و این قانون قبول شد. اما رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهروف به شرط آن این قانون را قبول کرده است که این با شرکت زبانشناسا با کمیته زبان و اصطلاح شناسی و همچنین دانشمندان اکادمی کشاورزی این مسئله دوباره بررسی شود و در هفته‌های آینده در شورای مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شود. و همین طور اکثر آنهایی که با ما یعنی وکیلان پارلمان صحبت میکردند خیلی با خنده با ما صحبت میکردند و وقتی که کلمه به جای زاد اولاد را به زبان میگرفتند آنها خود به خود میخندیدند که چگونه این کار میشود که انجام گیرد در پارلمان تاجیکستان و آنها نیز زیر این قانون امضا نکردند و انتظار دارند که این مسئله یک دوباره بازبینی شود و به جای اصلی خود برگردد.
از پارلمان تاجیکستان رو می‌آوریم به پارلمان آلبانیا که در آنجا موضوع بحث وکیلان تماماً دیگر است. روز 18 دکبر در این کشور انتخاب دوتیتونی کل به خشونت پیچید. وکیلان ناراضی از انتخاب نامزد بمب دودزا را استفاده کردند. هزارها نفر دیگر در خیابان‌ها دست به بی‌ترتیبی زدند. جزئیات بیشتر از عبدالله اشرف. روز دوشنبه تظاهرات مخالفان در پایتخت آلبانیا شهر تیرانا به زد و خورد با ماموران پلیس پیچید. بیش از 3000 نفر با نشان اعتراض به میدان پایتخت برآمدند. با این بی‌ترتیبی ها انتخابی دادستانی کل سبب شد. به عقیده نمایندگان حزب دموکراتی آلبانیا دادستان را نباید پارلمان بلکه کمیسیون انتخاب کند که به پارلمان وابسته نباشد. تعداد از وکیلان برای مانع شدن بر رایدهی آن را بایکوت کردند و بعضی بمب دودزا را به کار بردند. اما با وجود این ارتا مارکو با کسب 69 آواز دادستان کل آلبانیا انتخاب شد، ولی دود غلیظ در تالار لحظه تنتنوی را خللدار کرد و مراسم ادای سوگند زود انجام یافت. یک پژوهش سازمان ملل معلوم کرد است که در پاکستان زنان و مردان با کشیدن چرس زیاد میل دارند. آنها با این وسیله میخواهند مشکلات خود را برای مدتی از یاد ببرند. چرا در این کشور مسلمان نشین استعمال عرق بدتر از دود انداختن چرس دانسته می شود؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم. اینجا پیشاور است. مردانی که گردی هم جمع آمدند چرس دود می کنند. از نگاه دینی چرس کشیدن حرام است، اما در پاکستان کشور با مردم بسیار مذهبی با آن چشم می پوشند. وقت جوان بودم روز با دوستانم دود کردم، روز بعد با دوستان دیگرم دود کردم و در نهایت عادت شد. چرس دود کردن در اینجا از زمانی قبل از گرویدن مردم به دین اسلام برمیگردد. در این زیارتگاه اهل تصوف مردان جمع می شوند، چرس می کشند، موسیقی صوفیانه گوش می کنند و چای می نوشند. کسی درباره حرام بودن چرس حتی فکر هم نمی کند، اما اگر از عرق نام برند و بلا گرفتار می شوند. شراب کاملا حرام و ممنوع است. در اینجا حتی درباره‌اش فکر نکنید. اگر کسی اینجا مشروبات بیارد، اول خودمان لطوکوبش میکنیم و بعد به پلیس میسپاریم. مولانا طیب قریشی یکی از علمای با نفوذ در پاکستان است. او نیز از حرام بودن چرس میگوید. در اسلام حرام است. با یک حرف میگویم، یک جمله. همه علما میگویند هیچ کس آن را حلال گفتن نمیتواند. چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در نیویورک چرس کشیدن حرام است. بر اساس یک تحقیق اخیر سازمان ملل در پاکستان چرس بیشتر از هر مواد مخدر دیگر مصرف می شود. زنان نیز از آن بی بهره نیستند. این زن بیوه مانده می گوید برای فرار از عذاب‌های روزمره چرس دود می کند. وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم. پس از یک مدت از آن لذت بردم. موسیقی زیبا بود و دوستانم خوشحال بودند. خوشم آمد. در پاکستان چرس ارزان است و قابل دسترسی، اما طبیبان از بیماری‌هایی که انسان به دلیل مصرف چرس گرفتار می شود هشدار می دهند، مخصوصاً در پاکستان، کشوری که مردمش از خدمات تندرستی خوب محرومند. و اساتسیاسیای ژورنالیستانی رشته ورزش تاجیکستان بهروز خوجازاده قهرمان جهان اوید به سامبورو ورزشگری سال اعلام کرد. این ورزشگر 22 ساله تاجیک ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی جهانی مقام اول را کسب نمود. در فهرست 10 ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2017 پهلوان معروف کامرانشوی اوستاپریان در جای دوم و گرزانداز شناخته دلشاد نظرов در زینه سیوم قرار داده شدند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه ما azadi.org گذاشته شده است. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، ادناکلاسنیک و اینستاگرام قابل دسترسی است و آزادی ویدیو یوتیوب نیز در خدمت شما از آنجا میتونید نوار و ویدیوهای ما را تماشا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار هر یک شما باشد.